تاجیک خدا نگوین. اگر شما تاجیک هستین خیبرین تاجیکستان دیگه چی میکنین در افغانستان؟ نکنین باری عزیز، شما در یک سوی تفاهم هستین. نه شما تاجیک نیستین. شما بخونین تاریختان شما بخونین. شما تاجیک نیستین. شما در زبانهای افغانستان هستین. اجازه میتین بروز؟ بفرمایید. فارسی مربوط کجاست؟ فارسی مربوط ایران است. مربوط ایران است. شما تاریخ مطالعه کردین؟ بله دقیقاً. و ما جنابی آقای ما اینجا نامدیم که تاریخ بخوانیم. نمیتین من حرف بزنم نه؟ بله بفرمایید. شما را 806 نفر 860 نفر میبینم. یک روز، یک سال، یک عمر، یک قرن بر شما وقت میتونم برین شما ثابت کنین که فارسی مربوط بر ایران است. بعد دوباره وارد صفحه باشین من خدمت 868 نفر شما را ببینید اشتباه است. فارسی مربوط ایران نیست. فارسی خاصگاه و زادگاه زبان مشخص گویشوری یک ملت و یک تمدن فارسی برمیگرده بر بلخ. چش کنیم بانوی عزیز، شما در کسی تفاهم هستیم. چش کنیم زبان فارسی مربوط ایران نیست. لطفاً زبان ما را بر کس دیگه ندین. درست بفرمایید. یعنی خنده شما یک نوع بی‌احترامی از بی‌ادبی از بانی است. نه خیلی تاجیکم ازبکم مخون. خامه گمراهیت بر من مرون. ملتی فرخنده‌ام زسران نشون. با سیاست بازیت نیستم مدام. اگر همین کار را پیشش نگیری نه عاقبتش ناز نمیشد. چونکه این همیش ملت بدبینی ملت نیست کنی من میبیورد. من ازبکستان میرم، قرقیزستان میرم، تمام جا همین برادرای ازبکی گوید که تو ملتت کی من هم تو بکند. من ازبک بگود نزدیکی ترکیه بدم. ترک پرسیدم که شما ترک می؟ بابام ترک من هم تو بکند. همین تاجیکای ما بیچاره همین 1000 سال کشتیان که کشتنده تاجیک ما ملتی ما شهرهای گرفتن همه جای گرفتن یک کوهستان ما جا کردن. بیچاره ها پرسید که تو کی؟ ما غرب ما کولا ما خوجان ما زرافشان بیچاره ها بگو چی میخوام این گپا وقتی نترسیده من تاجیک گویدم. تاجیک هستم، تاجیک بودم و تاجیک میمونم. این همی گونه ویدیو نوارا میبینم راستی گپ کمی ناراحت میشوم و نمیفهمم چرا یک گونه همین بسودان و بمنطقان که تاجیکی افغانستان تاجیکی دیگر دولت و تاجیک های عموما در همین آسیا میانه میگن که ما تاجیک هستیم. یک نمی بسودان و بمنطقاشون یک جاشون مثل همین آتش جهنم برن میسوزد. میگویند که شما تاجیک نگوید. اگر که شما تاجیک باشید پس تاجیکستان روید. پس میگویند که ما اینجا در اویدی تاریخ نمیگوییم. اویدی تاریخ حرف نمیزنیم. این چی به منطقی است من نمیفهمم. اویدی تاریخ هم عموما خبری ندارن. اویدی آدمی هم خبری ندارن. و با من گوید چرا اینا یک جاشون مثل آتش جهنم برن میسوزند؟ چرا اینا اینقدر بدبینی دارن بر ملت ما؟ من نمیفهمم. من نمیفهمم. ما تاجیکان اینقدر مهر و محبت دوستی میکنیم اینها باشند که ما تاجیک هستیم میگویم ما تاجیک هستیم نمیگوین شما تاجیک نیستید شما دری زبان هستید. میفهمید؟ همین گپویا میبخشید تا حال در ازبکستان میگوین مثلا میگوین که شما پارسی زبان هستید شما ایرانی هستید شما تاجیک نیستید و افسوس که خیلی بسودان هستن و ببینید که این گونه گپایی که این خانم زده است در حقیقت بی منطق است بی سواد است. این گپای در وقتای امارت بخارا که بود زمین های تقسیم میکردن انا تاجیکستان جدا شد انا ازبکستان قرقیزستان قزاقستان ترکمنستان دولت های جدا شدن زمین های خود رو گرفتن. خلاصا در همون وقت تاجیکویا در شناسنامه‌شون دیگر ملت رو قید کردن. زبانی تاجیکی هم منع کردن. مکتبای تاجیکی را بستند. میفهمید؟ نمون در بخارا باشد در یک شهر بخارا زیاده از 100 مکتب بود 95 در زیاد با زبانی تاجیکی پارسی بود. همش بستند. فهمیدید؟ و پس دامجم همین گپو بود. میگفتن که اگر که تو تاجیک باشی
пас Тоҷикистон рафт. Фаҳмидед? Молу мулк тамон, замину хона тамон Тоҷикистон рафт. ин ҳам хеле гапҳо кӯтои зӯроварӣ кардан, мефаҳмед? Ҳамин дар шиносумошон дига миллат қайд мекарданд. Имрӯз боша ин ҳами гапҳо дар Афғонистон ҳам будааст. Афсӯс ки ва ман 100% медонаму ва мегӯям ки ба ин гуна аблағон мубориза бурданд дар кор. Ин хонум, ин фарзанд ва фарзандоша як инам хеле таълим диҳад, агар гӯяд ки не ё тоҷик нестанд, ё дари забон ҳастанд, хулосу тоҷик нагӯед худро, пас ҳамун фарзандошам хеле яъне қабул мекунанд ва дигарро инам хеле гапа зада мегиранд, давом дода мегиранд. Фаҳмидед? Афсӯс ки ин гуна хабарҳо ҳаст. пас ба ман гӯед, чаро ино як ҷошон мебахшед каме дағалнам шавад, чаро ино кӯношон месӯзад ки тоҷик мегӯяд ман тоҷик ҳастам. Тоҷикам ман будам, ман мемонам. Ассалому алайкум.